روی مدیریت صحبت‌هایی می داشته باشیم در برنامه. امروز موضوع بحث برنامه مدیریت است. مدیریت همو به معنای برنامه‌ریزی، به معنای هدایت، کنترل و یا هم انجام عملیات‌های مختلف در زندگی به خاطر بهبود وضعیت یک شرکت یا زندگی خود ما در هر راستایی که باشه. و در رابطه به همین موضوع با جناب استاد محبوب الله موحد، مستر تعلیم تربیت صحبت می داشته باشیم و همچنان در رابطه به اولویت‌های کار مدیریت و کار مدیران در مکاتب که بیشتر به این میپردازیم. ان شاء الله از استاد خواهیم دید. استاد سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. استاد صبح چطور آغاز کردین؟ معمولا روزهای شنبه ما و شما میبینیم در آغاز هفته. امیدوار هستم یک هفته خوشایند در پیش رو داشته باشین. الحمدلله شنبه برای من معمولا خوب است. خیلی خوب. و امیدوار هستم برای همه عزیزان ما خوب باشه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تمام روزایتان خوب باشه. همه لحظاتتان. استاد بیاین در رابطه با مدیریت از شما بشنویم که مدیریت چیست، به کدام عمل گفته میتونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد گرامی، در ارتباط مدیریت شما هم صحبت کردیم قبلا. تعریف متعدد وجود داره. ما وقتی از مدیریت صحبت میکنیم معمولا فکر میکنن که مدیر و آمر مسئولیت و مکلفیتشان فقط چوکی و میزشان است که تفاوت داشته با دیگران. اما از لابلای تعریفی که علما گفتن و حداقل تعریف کردن، یک عامیانه ترش همی است که میگه مدیریت به معنی واگذار کردن مسئولیت ها برای رسیدن به یک هدف مشخص است. و در عین حال مدیر و مدیریت را تعریف میکنن که به معنی انگیزه دادن، یعنی کسی که انگیزه میده، سازماندهی کردن، کسی که سازماندهی میکنه یک پروگرام را، یک برنامه را. و در عین حال کسی که یک تیم را میسازه و او تیم را هدفشان را مشخص میکنه و برای رسیدن به اون هدف در پهلوی این تیم کار میکنه، زحمت میکشه و او تیم را سوق و سو میده. و مدیریت هم با گونه‌های متعدد است که مدیریت سالم امیر میگن که سازماندهی منظم بکنه. و در عین حال یک مدیر سازمانده، یک مدیر با انگیزه کسی است که تیم خود را هدفشان را مشخص کرده بتونه. وقتی هدفشان را برشان مشخص کرد، یک آدم باشه که انرژی مثبت بده. درست. یعنی با حضورش او تیم کار بیشتر بکنه، زحمت بیشتر بکشه. یک چیزی که خلط نشوه ای است که ما یک مدیریت داریم، یک رهبریت. گاهن سوال برای محصلین هم گاهی پیش میشه که دانش آموزان ما هم در مکاتب هم صحبت میکنن. مدیریت که از فرایند برنامه را مدیریت میکنه، یعنی جریان برنامه را مد نظر گرفته و اوج همزمان پیش می رود. اما رهبریت که از نتیجه را توجه میکنه بیشتر، یعنی توجه رهبریت به اوج است. و در عین حال در مدیریت که از در فرایند کار لمس میشه، یعنی نتیجه معلوم میشه. اما رهبریت که از در اخیر کار معلوم میشه. رهبریت را کلی گفته میتونیم و مدیریت را جریان کار میتونیم. خیلی خوب استاد، چقدر مهم تمام میشه و چقدر با ارزش است مدیریت کارمو در هر بخشی که باشه؟ بعضی‌ها زندگیشون به یک نحو سردرگم می باشه، یعنی مدیریت نمی داشته باشه. آیا تاثیرات مستقیم بالای روال زندگی ما یا شیوه های کاری ما داره؟ یادتان باشه که هر کسی یک مدیر خود باید باشه. دقیق. هر کسی که در زندگیش هدف داره و برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنه، زحمت میکشه که برسه به او هدفش، او آدم برنامه ریزی میکنه، وقت خود را مدیریت میکنه، پول خود را مدیریت میکنه، وقت مطالعه خود را مدیریت میکنه، 24 ساعت خود را کنترل میکنه. و انسانهایی که برنامه داشته باشن از زمان استفاده خوب کرده میتونن. انسانهایی به برنامه زمان کافی ندارن. معمولا شما ببینین انسانهایی که بیکار هستن از وقت استفاده کرده نمیتونن، چون برای وقتشان کدام کار ندارن، برای وقتشان کدام برنامه ندارن. ما در برنامه‌های قبلی هم یک بار یادآوری کرده بودیم که ما اگر قبل از رسیدن زمان برای زمان برنامه داشته باشیم از او استفاده کرده میتونیم. اگر برای زمان برنامه نداشتیم، اگر من نگفتم که من روز شنبه ساعت 7:30 صبح تلویزیون ملی افغانستان میروم، خب دیگه از این زمانش استفاده خوب کرده نمیتونم. همین فعلا که شما در اینجا تشریف دارین، خیلی کسا هستن از خوابشون بیدار نشدن، یعنی اونا بی برنامه هستن و همین سبب شده که از زمانشان خوب استفاده کرده نمیتونن. انسان‌های هدفمند معمولا یادتان باشه که ما تا زمانی که هدف نداشته باشیم نه از زمان استفاده کرده میتونیم، نه برنامه ریزی درست کرده میتونیم، به خاطری که خلقت انسان بنا به یک هدف بوده و تلاش انسان هم بنا به یک هدف است و هر کسی که میخواد که موفق شود، حالا همین موفقیت چی میدانه؟ موفقیت ها هم فرق میکنه.
حالا ما به خاطر چی مبارزه میکنم، خودت به خاطر چی مبارزه میکنی، فلان شخص به خاطر چی کار میکنه، زحمت میکشه، که اینمی زحمت ما منتج به یک نتیجه ملموس شود. اون نتیجه ما را وادار میکنه که برنامه‌ریزی بکنیم و آنچه که برای ما و برای نسل ما بسیار مهم است استفاده از زمان است، که بخصوص در نهادهای آموزشی ما امیدوار هستم که از زمان بهتر استفاده بکنن. خیلی خوب استاد، از نهادهای آموزشی یاد کردین، از مکاتب یاد کردین که بخش عمده و اساسی هست که تمام مدیران بخش ها و شرکت ها از این جمع و بنایش گذاشته میشه مدیریت سالم که باید داشته باشن. چقدر ارزش داره، اهمیت داره در بخش مکاتب ما یا در بخش های تعلیمی ما، تحصیلی ما که به مدیریت زیادتر پرداخته شود تا یک مدیریت سالم داشته باشه؟ خیلی یک سوال خوب را مطرح کردین. امیدوار هستم که موفق متفهمم درست شود. آنچه که در نهادهای مدیریت را شما در ابتدا هم گفتین که عام است، تمام سازمان ها حتی افراد خودشان باید مدیر خود باشند. دقیق. من به عنوان یک دانش آموخته تعلیم و تربیت میگم که مدیریت در نهادهای آموزشی تفاوت داره با دیگه سازمان ها، با دیگه نهادها. درست. به خاطر اینکه گپ شما است که از اینجا ما میایم دیگه مدیرا را میسازیم، از اینجا ما دیگه مدیرا را تولید میکنیم، از اینجا ما برای جامعه شعار میدیم، فرد را روان میکنیم به اجتماع. آنچه که مهم است و عنوان برنامه ما و شما هم اولویت کار مدیران مکاتب است که یک مدیر مکتب در یک جامعه سنتی مثل افغانستان که دین خط سرخ مردم است و رسم و رواج و عنعنات مردم بسیارم قوی است و گاهن حتی اگر جای دین هم بگیره مردم به او بسیار پابند هستند، در همچون یک جامعه برای یک نهاد تعلیمی اولین کار مدیرش این است که یک مدیر دیندار باشه، یک مدیر با سنت برابر باشه. به اصطلاح یعنی با سنت برابر که میگیم یعنی آگاهی دینی داشته باشه، یعنی اعمال و کردارش مطابق پیامبر ما صلی الله علیه و سلم باشه. در عین حال کسانی که در نهادهای آموزشی به عنوان آمر و مدیر هستند باید دانش آموختگی پخته داشته باشند، یعنی دانش بالا داشته باشند، علمیت داشته باشند، ظرفیت داشته باشند. در عین حال یک الگوی خوب بر نسلی که زیر دستشان از باشند. حالا زیر دستایشان چه همکاران ما به عنوان آموزگاران هستند، هم دانش آموزان عزیز ما به عنوان دانش آموز هستند و در عین حال کسانی که در اونجا مراجعه میکنند مدیران مکاتب الگوهای خوب برای دیگران باشند، هم از نظر علمی هم از نظر رفتار و کردار. یک مدیر مکتب علمیتش باید از اساتیدش که بالا باشد، توانمندیش از اساتیدش که بالا باشه، چون وقتی مجلس میگیره صحبتی که میکنه یک چیز نو را برای دیگران بگویه، یک انرژی مثبت را ارائه بکنه، حداقل یک نظم به میان بیاره. هر قدر که کسانی که در رأس هستن متخصص باشن، عالم باشن، اما قدر زیر دستا بیشتر به او ارج گذاری میکنن. هر قدری که این ناتوان باشه اما قدر بر زیر دستاش گپش نامعقول است، یعنی او قدر پابند هم نمی باشن و ممکن که در یک مجلس اگر صحبت میکنه تمسخرگونه دیگر را گوش بکنن. در عین حال دومین کاری که برای یک مدیر در یک نهاد آموزشی بسیار مهم است و اولویت دارد رسیدگی به امور همکاران ما به عنوان معلم است. به امورات از اینا رسیدگی کردن. اولی که در استخدامشان بسیار باید دقیق باشه، ثانیاً در رشد اینا بسیار کار بکنن، در انگیزدهیشان کار بکنن، زحمت بکشه، ایده بده، طرح بده تا اونا خوبتر و بهتر به فرزندان عزیزی جامعه رسیدگی بکنن. سوم چیزی که برای یک مدیر یک نهاد آموزشی بسیار اولویت داره رسیدگی به امورات دانش آموزان ما است. یعنی به این معنا که مدیر، ما در ابتدا هم که گفتم که به پشت میز نیست، به همین خاطر که رسیدگی به امور دانش آموزا بکنه. اول زیربنایی که در اونجا زندگی میکنن بسیار باید منظم باشه، به امورات از رسیدگی شود، به صفایی و پاکی از اون رسیدگی شود و برای نشست و برخاست دانش آموزا رسیدگی شود، انگیزه داده شود، برنامه داده شود. دانش آموز داخل مکتب که میشه چه کار را بکنه، وقت رفتنش چه کار را بکنه، اینا کلشون میگرده به اون مدیر که او مدیریت بکنه. استاد به موقع بسان بره و استاد وقتی داخل سن میره چی کار را انجام میده. اینا هستن. چهارم کاری را که ما امیدوار هستم که مراحل عمومی بر شما یادآوری بکنم برای هموطنان عزیز ما،
چهارم چیزی که اولویت داره برای کار مدیران رسیدگی به امور تدریسی دانش آموزان عزیز ما است که از پلان استاد گرفته تا نحوه تدریس استاد تا شیوه تدریس استاد و چگونگی یادگیری در صنف شیوه های تدریس اینا است که مدیر باید اینا رسیدگی بکنه. و من همیشه برای مسئولین میگم که مدیرای و آمرین مکاتب را بگذارید که از کار اداری بیرون شوند، اینا رسیدگی به امورات تدریسی بکنند و این بسیار ضرورت است. پنجم چیزی که خیلی مهم است برای یک نهاد آموزشی برای مدیرش همان رسیدگی به خانواده های دانش آموزان ما است که ما والدین میگیم برشان در مکاتب نهاد امورات والدین را خیلی دقیق باشه رسیدگی بکنه، از اونا بشنوه که اونا چی میگن در مورد مکتب، چی میگن، چه خاطره دارن، چه گلایه دارن، چه خوبی ها را تقدیر میکنن و از چه چیزا نقد میکنن از اینا. در این حال رسیدگی به امورات مالی مکتب است که بسیار مهم است و مدیر باید به او رسیدگی بکنه. در این حال آخرین چیزی که اولویت کار یک مدیر در یک نهاد آموزشی است همان رسیدگی برای ارتقای ظرفیت او مکتب است که همکاران ما به عنوان مدیر، به عنوان آمر یا به عنوان مسئول یک نهاد آموزشی برای ارتقای ظرفیت همکاران ما، برای ارتقای ظرفیت دانش آموزان عزیز ما و برای امورات تدریسی ما که چگونه او رشد بکنه، چگونه بهبود پیدا بکنه و در این حال چگونه آپدیت شوه. حداقل در قرنی که زندگی میکنیم همه چیز آمده ساده سازی شده. ما چه کردیم در نهادهای آموزشی؟ چگونه برای اطفال نازنین ما املا و انشاء را حالا یاد بدیم که زود یاد بگیره، یا مثلا آغاز قرآن را چگونه یاد بگیره ساده بسازیم برشان تا ما بتانیم یک معارف خوشنام را داشته باشیم و همین مدیرا سبب شوند که چنان الگوهای باشند که این پسوند فقرم از نام تعلیم و تربیت دور بکنن و این بخشی که گویا تعلیم و تربیت دیگه ارزشی در یک جامعه نداشته باشه، ایرم همینا میتونن که نقش بازی بکنن و ایرا اولویت بدن در جامعه. درست. استاد گزینه‌های را نام گرفتین، ما شاهد هستیم در هر بخش مدیر داریم و بله. خوشبختانه بگم مدیران زیاد هم داریم در مکاتب، در دقیق. مدارس، در تمام بخشا. چه چیزه، کدام ویژگی‌ها و کدام موارد یک مدیر خوب را از مدیرای دیگه متمایز می‌سازه؟ تمایز خود عموم شاید باشه. هر انسانات تفاوت‌های خود را دارند و هر کسی سلیقه‌های خود را دارد. در کل سر ویژگی‌های یک مدیر خوب. اما آنچه که می‌خوایم در اینجا صحبت بکنیم این است که هر کسی که به خودش دل بسوزانه، به وظیفه خودش دل بسوزانه و با او مسئولیت‌هایی که برش داده شده به او پابند باشه، متعهد باشه. درست. که همان ما یک تعهد دینی داریم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی امانت ها به اهلشان سپرده شود. اهل یعنی متخصص باشن. ما در دین چیزایی داریم که یک مقوله چیز عربی است که میگه، نمیفهم که حدیث است یا مقوله عربی، میگه لکل فن رجالا، میگه از برای هر فن یک مرد ساخته شده. حالا این هدفش هم از مرد این ذکور نیست، یعنی یک متخصص ساخته شده. هر فن از خود داره. ما امیدوار هستم که کسانی که این مسئولیت را بر دوش میگیرن یا حداقل این امتیاز بک‌گراند نامشان میسازن متخصص باشن. آنچه که خیلی مهم است و از سخنان عاطفی بگذاریم، این آن کنار بگذاریم، این است که آنچه که متفاوت و متمایز میسازه همان تخصص است. مثلا در یک نهاد آموزشی مدیرش باید از تعلیم و تربیت فارغ باشه، تخصص تعلیم و تربیت را داشته باشه، دغدغه درونی تعلیم و تربیت را داشته باشه، ذهناً به تعلیم و تربیت آماده باشه، عیار باشه. اگر نمی باشه یک آدم خوب نمیتونه جلوه بکنه، یک مدیر کارا نمیتونه باشه. چون ما مثلا در نهاد آموزشی مدیرش با یک شرکت تجارتی خیلی تفاوت‌های خود را داره از نظر ذهنی. در یک شرکت مالیاتی نسبت به یک مکتب آموزشی یا یک نهاد آموزشی تفاوت‌های خود را داره. از اون لحاظ ما که فکر میکنم این است که تعهد و تخصص میتونه که خیلی تفاوت‌ها را به میان بیاره. خیلی خوب استاد، در رابطه با مدیران گپ زدیم، بیاین روی مدیریت سالم هم گپ بزنیم. شما گفتین که انواع زیاد داره مدیریت، اما در رابطه با مدیریت سالم میشنویم از شما که مدیریت سالم کدام گزینه ها را در بر میگیره و کدام برنامه ریزی ها را؟ استاد، مدیر وقتی میگم الگو باشه، اولین کارش همین مدیریت سالم ای است که نسبت به دیگران بیشتر کار بکنه. درست. وقت شناس باشه. یک مدیر خوب کسی است که از کارمندای خود کرده اول به دفتر خود برسه. یک مدیر خوب کسی است که
به امورات همکارانش رسیدگی بکنه و خبر باشه، چنانچه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اموت یک کار را میکرد. حتی اگر صحابه در خواب می بودن، اصحاب صفه داشتیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در نیمه شبها بیرون میشد و اونا رو نظارت میکرد که کی به کجا خوابیده. یعنی جایی نداشتن، اونا در فضای باز میخوابیدن. که همون وقت به مصعب بن عمیر وقتی مراجعه کرد دید که یک شاهزاده بود با لباس ابریشمی در مکه میگشت، اما هنگامی که در صفه مسجد نبوی دید که در روی خاک خوابیده، اشک از چشمانش میریزه و بر از او دعای خیر میکنه. یعنی یک مدیر باید به عمو شکل از امورات دیگران با خبر باشه. یکی از استادای بیرونی ما بود میگفت که یک مدیر خوب، یک مدیر سالم، من گفته شما کسی است که از غذایی که در خانه پخته میکنه همکارش یا مأمورش آگاهی داشته باشه، این ذهنن اونا را بخونه، با اونا به اموراتشان رسیدگی بکنه و در عین حال یک برنامه‌ریز خوب باشه. یک مدیر سالم، مدیریت سالم امی است که همکارا وقتی در یک نهاد داخل میشوند با دیدن مدیرشان یا رهبرشان یا آمرشان روحیه بگیرن، انگیزه بگیرن و با دیدن رهبرشان کار بیشتر بکنن. شما باور بکنین اگر مدیریت سالم وجود داشته باشه و یک دلسوزی از طرف آمرین وجود داشته باشه، همکاران چنان زحمت و فداکاری بکنن که هیچ پرسان نکنین. یعنی اگر ما در مدیریت ما سوء استفاده بکنیم، ما از جایگاه و موقف و مقام ما استفاده سوء بکنیم، ممکن که خیلی کسا فقط به خاطر چشم ما کار بکنن. اگر از چشم ما دور شدن دیگه کاری را انجام ندن و در عین حال فضا سازی خوب بکنن. مدیر خوب کسی است که تیم را درست رهبری بکنه و او تیم را انگیزه بده و او تیم را چنان وادار بکنه که در نبود مدیر، بدون گفتن مدیر هم هر کسی کار از خود بدانه و بیشتر کار بکنه. و یادتان باشه که هر قدر مدیریت ضعیف باشه همون قدر کار به عقب میره. یک مدیر قلم هم به دستش نگیره، یک مدیر قدم هم نمانه، اما روحیه دهی بکنه، انگیزه دهی بکنه و یک تیم را بسازه، باور کنید که به سرمنزل مقصود میرسه. و هر قدر خودش کار بکنه اما دیگران را دخیل کار نسازه، یک مدیر یا خدا نخواسته تعصب را مد نظر بگیره یا سوء استفاده از وظیفه خود را مد نظر بگیره، دیگه یک مدیر ناکام است و او را اصلا هم سالم گفتن نمیشه. درست. بعضی نکته را استاد یادآور شدیم. اخلاق حرف اول میزنه در همه جا و هر بخش اخلاق به خصوص خود داره. چی اخلاق رفتاری، گفتاری و یا هم اخلاق همون بخش باشه که باید استفاده بکنیم از موقف خود یا با مو همکارا برخورد داشته باشیم که موضوعات برنامه خود کاری را کسشون شریک بسازیم. بعض عده‌ای از مدیران اصلا شاید شما هم برخورده باشین و دقیق عزیزان برخورده و ما هم برخوردیم که حضورشان ناراحت کننده است. حضورشان میتونه که فضا را به سوی منفی بکشانه و همکاران ناراحت می باشه و یک قسم فاصله ها ایجاد میشه. گزینه هایی که باید یک مدیر در نظر بگیره تا باعث ایجاد فاصله میان خودشان و میان همکارانشان نشه که این فضا رو مختل بسازه، کدام گزینه ها است که باید اجتناب کنیم؟ ما در ابتدا هم گفتیم که در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و آنچه که میتونه که خیلی یک وصل برای ما بیاره و دین ماست. در قدم اول در همچنین یک جامعه یک مدیر باید دیندار باشه. دیندار به معنی یک آدم خشک نه، دیندار به این معنا که به سیرت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم عمل بکنه امان طوری که اونا میکردن. و ما یاد کردیم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم صحابه را چنان تربیت کرد عملا که شتر را قرار ای است که شتر را وقتی که از شتر پایان میشی باید بخوابانی، شتر را بعد پایان شوی. پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که اصحاب در کنارش بودن شتر خود را خوابان، پایان شد. صحابه که متوجه شدن دوش کرده آمدن که خیریت است، گفت می قمچین ما از دست افتیده بود دیر میگیرم. گفتن یا رسول الله میشد که امور برای ما میگفتی که ما برات میدادیم. گفت که نه این دیگه مربوط شما نمیشد. این امر نکرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای هیچ کسی امر نمیکرد. و یک همکار خوب بود که حتی در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مطالعه میکنین به صحرا وقتی غذا پخته میکردن تقسیمات کردن، هیزم جمع کردنش به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رسید. اولین گزینه ای است که مدیر ما در یک جامعه سنتی دینی باید یک دیندار خوب باشه و او دین را بفهمه. ما یک مقاله را میخوندم خیلی ادهم شرقاوی میگه که متاسفانه دعوتگران ما عالم نیستن و عالمای ما دعوتگر نیستن. یعنی مدیرای ما دیندار باشن دین را بفهمن، نه ای که دینداره که دین را نمیفهمه.
دیندار باشن، دین را بفهمن و این دین عملگرا باشن. عملگرا باشن و این خیلی راحت میتونه که همکاران را انرژی مثبت بده و این نقطه وصل ما خوبتر میتونه باشه. در عین حال مدیران اگر میخواهند که انرژی مثبت را به دیگران واگذار بکنن، همان این است که یک روحیه خوب، حد اقلش اگر یک مدیر بر مأمورش از جایش بلند شه و به احترام، صادقانه براتان میگم که اعتماد به نفس او را خیلی بلند میبره، انگیزه خیلی مثبت برش میده. و آنچه که من همیشه نقد میکنم همی بوده که حتی ما به علما صریحا گفتیم که چرا علما به مردم سلام نمیگن، منتظر هستند که مردم به علما سلام بگوید، در حالی که در طول 23 سال فقط یک نفر موفق شد که پیامبر صلی الله علیه و آله را سلام بگوید و او هم در پشت پرده پنهان شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد که داخل شد او برش سلام کرد و یک شوخی هم همراه از او کرد باز پیامبر صلی الله علیه و آله. این هدف ما این است که ما وقتی مدیر هستیم، ما وقتی پیش قدم هستیم، باید الگوی رفتاری خوب باشیم. ما بر دیگران انگیزه بدیم در رفتار ما، در کردار ما، در تعامل ما، در روحیه ما و چگونگی تعامل ما. این پیشانی باز مدیر انرژی مثبت است. وقتی سلام خوبتر بر السلام علیکم و رحمت الله بگویم، انرژی مثبت است. حتی شوخی گونه بگویم امو سلام کارمند خود را که علیه که درست بگیره، امو هم انرژی مثبت را القا میکنه و واگذار میکنه. و ما امیدوار هستم که کسانی که در رأس نهادها هستند این مد نظر بگیرن. بسیار خوب استاد، میخوایم بحث جنبندی بکنیم با این سوالی که چگونه برنامه‌ریزی بکنیم، مدیریت بکنیم تا امکار ما به قسم در گرو خود ما باشه، تا بتونیم تسلط کامل با امکار خود بالای امکار خود داشته باشیم و یک مدیریت مثبت داشته باشیم. از کجا شروع بکنیم؟ در یکی از سمینارها ایره ما بسیار خلاصه کردم، گفتم که مدیر ناظر باشه، ارزیابی بکنه، همکاری بکنه. درست. این سه گزینه را اگر داشت، یک مدیر موفق است و سازمان را خیلی خوب مدیریت میکنه و منتج به یک نتیجه میشه. اگر ارزیابی باشه، نظارت نباشه، بازم مشکل ایجاد میکنه. اگر نظارت هم باشه، ارزیابی هم باشه، همکاری نباشه، بازم مشکل ایجاد میکنه. و در عین حال مدیر سازمانده هست، کسی است که ابتدا و انتهای کار مربوط از او میشه و او مسیر را بر دیگران میده، مسیر میده برشان، هم نظارت بکنه، هم ارزیابی بکنه و هم همکار خوب برای افراد خود باشه و اونا را وادار بکنه که پاسخگو باشن. درست. و این میتونه که یک مدیریت سالم را به بار بیاره و یک مدیر موفق بسازه. خیلی خوب استاد، خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان، از همکاری‌های همیشگیتون که در برنامه سلام صبح خیر میایین و زحمت میکشین به خاطر مردمتان و به خاطر ملت شریف افغانستان. خیلی سپاسگزار هستم جناب استاد محبوب الله موحد، مستشار تعلیم و تربیت که در رابطه با مدیریت و در مورد اولویت‌های کار مدیران مکاتب صحبت‌های داشتیم. بخیر باشین.